درود بر تمام انسان‌های برابری طلب و آزادی‌خواه سرتاسر دنیا. علیرضا داوودی هستم، دانشجوی دانشگاه اسلام آبادی 82. از دوشنبه 4 دی 86 از ساعت 4 بعدازظهر اعتصاب غذا را در اعتراض به احکام کمیته انضباطی و خواسته‌های دیگر شروع کردیم. احکام کمیته انضباطی زمانی زده شد که فریاد برابری، آزادی، هویت انسانی در دانشگاه اصفهان طنین انداز شد و مسئولین دانشگاه مجبور شدن برای سرکوب این فریادها احکام کمیته انضباطی رو صادر بکنند و تا زمانی که ما به خواسته های خودمون که یکی از آنها لغو احکام کمیته انضباطی دانشجو به تجمع اصلی دانشگاه اصفهان ادامه میدیم و از مرگ حیات میدیم. اون که مطرح شد که اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروه‌های معارضه خارج است. نظرمون و طرح خواسته هامون یه چیز که حقمونه، حق قدیمونه و هیچ ابایی هم ازش نداریم و فشارهایی هم که وجود داره مقابله میکنیم. فشار رویشون هم این بود که شما رو دقیقا می‌ذاشتن به یک آدمی توی یک سلول که مشخص بود داره همکاری میکنه و یک جوری با اعصاب شما بازی میکرد که شما مجبور به واکنش میشید. غیر از فشارهای که خودشون می‌آوردن از لحاظ روحی، اینجوری از لحاظ روحی هم تحت فشار قرار می‌گرفت. این حق طبیعی ما بود که وکیل داشته باشیم از روزگار، این حق رو که نداشتیم. هفته در از ما یه جمعیتی حلش 300 نفر از دانشجویان مستقل از دانشجویان فقط حرکت کردن به سمت ارزم به حضور شما هتل پل که 33 پل میشه. 33 پل نیروهای امنیتی حمله کردن، ضرب و شتم کردن، شلوغ دیدن تا اونجا تونستن فرار کنن و اونجا هم باز سازماندهی شد. اومد چهارباغ بالا در یه منطقه به نام نشتنگ پارک متجمع شد. حلش 800,000 نفر اونجا شعار اعتراض دادن دیکتاتور نمیخوان.